سلام، عرض ادب. درباره عسل تک‌گل با اینکه زیاد صحبت کردیم، ولی همچنان برخی از افراد هستن که میگن عسل تک‌گل اصلا وجود نداره، عسل فقط یک نوعه و این نامگذاری عسل آویشن و عسل یونجه و عسل و گون یه کار تبلیغاتی هست که زنبوردارا دارن انجام میدن. من یه سوال ساده از این عزیزان دارم. خب وقتی ما کندوها رو در چنین منطقه‌ای مستقر می‌کنیم، در منطقه‌ای که بالای 1000 هکتار یونجه وجود داره، خب عسلی که از این منطقه برداشت میشه اگه عسل یونجه نیست پس چه عسلیه؟ درسته، ما هم قبول داریم که عسل زنبور به صورت 100% از یک نوع گونه گیاهی استفاده نمیکنه و از گونه‌های گیاهی مختلفی استفاده میکنه، ولی بحث ما اینجاست وقتی که زنبور میاد شهد قالبی که برای تولید عسل استفاده میکنه از یک نوع گونه گیاهی خاص هست، خب ما هم میتونیم این عسل رو به نام اون گیاه نامگذاری بکنیم. مثلا در همین منطقه‌ای که میبینید تنوع گیاهی زیادی وجود داره، ولی اکثر گیاهی که در حال حاضر کندوها اینجا مستقر هستن و زنبور برای تولید عسل استفاده میکنه گیاه یونجه است. پس نتیجه میگیریم که عسل تک‌گل وجود داره، زنبوردارها انسانهای صادقی هستند، هر چند تو هر صنفی میشه هر نوع فردی پیدا کرد، ولی واقعیت که وجود داره اینه که عسل تک‌گل وجود داره و در ایران میتونیم عسل‌های تک‌گل بسیار زیادی پیدا بکنیم. ارادتمند شما، براتی.